به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه بازاریابی و کسب و کار شروع میکنیم. اصول مدیریت فرآیندهای کسب و کار با علامت اختصاری BPM، نوشته محمد ابراهیم پناهی که در سال 1390 توسط نشر اوحدی در تهران چاپ شده. امیدوارم که این کتاب رو دوست داشته باشید و از این که برای شما میخونم خوشتون بیاد و اگه خوشتون اومد بگیرید و تا انتها بخونید. این کتاب شامل 10 فصل هستش که یک مقدمه خیلی کوتاه داره. ابتدا مقدمه رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنم. با من همراه باشید. سازمان‌ها همواره در اندیشه ارتقاء عملکرد خود در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با بیشترین کارایی بوده و بهترین های کلاس جهانی را در این زمینه تعقیب می‌کنند تا از قافله پیشرفت و ترقی عقب نمانند. این امر دستیابی به بهبود را برای سازمان‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌سازد. از طرف دیگر شرایط اقتصادی و صنعتی کشور عزیزمان ایران لزوم راهیابی به بازارهای جهانی و در نهایت واقعی سازی قیمت‌ها و حذف یارانه که موجب بالا رفتن بهای تمام شده می‌شود، شرکت‌های صنعتی و خدماتی را وادار می‌کند تا برای بقا در این وضعیت شاخص‌های کلیدی عملکرد را در راستای دستیابی به استراتژی‌ها و افزایش رضایت مشتریان بهبود بخشیده و در این راه از متدولوژی‌های شناخته شده جهانی استفاده نمایند. برای اعمال بهبود روش‌های مختلفی از قبیل 6 سیگما، ناب و غیره وجود دارد که هر سازمانی با توجه به شرایط خاص خود یک یا ترکیبی از این روش‌ها را انتخاب و اجرا می‌کند. نگارنده با توجه به تجارب خود در زمینه بهبود و ترجمه کتاب‌های مدیریت پروژه‌های 6 سیگما و سازمان ناب بر آن است که با تألیف این کتاب زنجیره‌ای از متدولوژی‌های بهبود را در اختیار هموطنان عزیز قرار دهد تا متخصصین امر بتوانند با مطالعه و تسلط نسبی بر آنها متدولوژی بهینه‌ای را متناسب با سازمان خود انتخاب نمایند. در فصل اول این کتاب تلاش می شود مبانی و مفاهیم اولیه و ضروری به عنوان پیش نیاز درک مطلب عنوان شده و پس از آن در فصول بعدی اطلاعاتی در خصوص معرفی و ضرورت انتخاب BPM و راه‌های استقرار آن ارائه شده و سپس با توجه به اهمیت چگونگی شناسایی و نحوه ترسیم فرآیندها توضیحاتی در فصول پایانی فصل‌های 8 و 9 عنوان خواهد شد. در انتهای کتاب نیز برخی بایدها و نبایدها در استقرار BPM ارائه شده است. مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM به عنوان موضوع این کتاب تا چندین سال پیش کاملا ناشناخته بود، اما از زمان حضور در صحنه جهانی توانست انفجار عظیمی برپا کرده و به عنوان یکی از داغ‌ترین مباحث کسب و کار در مدیریت طی دهه‌های اخیر شناخته شود. امروزه در هر صنعت یا کسب و کاری که فعالیت می‌کنید، سازمان عمومی یا خصوصی، حتما واژگانی از قبیل فرآیندگرایی، بهبود فرآیند و یا فرآیند بهبود را شنیده یا ممکن است در خصوص تکنولوژی‌های جدیدتری مانند پایش فرآیندهای تجاری BAM یا معماری مبتنی بر خدمات SOA اطلاعاتی کسب کرده باشید. مدیریت فرآیندهای کسب و کار مجموعه‌ای از تمام تجربیات، اندیشه‌ها و پیشرفت‌های تخصصی مدیریت طی دهه‌های مختلف را در خود متمرکز نموده است.
در BPM مشتری مرکز کلیه تصمیمات بوده، تمرکز بر کسب و کار است. به افراد توانمند در گوشه و کنار سازمان در جهت پیشبرد کسب و کار یاری می‌رساند و در نهایت تمامی منابع سازمانی از قبیل کارکنان، تجهیزات و تکنولوژی‌ها را در یک راستا قرار می‌دهد. BPM جایی است که اهداف بزرگ و بهترین استراتژی‌ها در آنجا حضور دارند. مطالعه نکات فوق ممکن است این برداشت را ایجاد کند که با یک تکنولوژی پیچیده سر و کار داریم، اما در حقیقت BPM بسیار ساده است. مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک سری شیوه‌ها، ابزارها و تکنولوژی‌هایی است که برای طراحی، نمایش و کنترل فرآیندهای کسب و کار استفاده می‌گردد. رویکردی مبتنی بر بهبود عملکرد فرآیند که ترکیبی است از تکنولوژی اطلاعات و متدولوژی‌های بهینه‌سازی فرآیند. محمد ابراهیم پناهی که متخلص به پیمان هستش. فصل اول، مبانی و مفاهیم. 1. نگرش وظیفه محور. قبل از انقلاب صنعتی معمولا صاحبان صنایع مسئولیت مدیریت کسب و کار خود را به عهده داشتند. ولی پس از گسترش صنعت و خصوصاً بعد از انقلاب صنعتی به نظر می رسید که یک نفر نه تنها زمان کافی برای مدیریت یک مجموعه بزرگ را ندارد، بلکه از تخصص لازم هم برخوردار نبوده و این مشکل باعث شد تا برخی از مدیران کسب و کار بنا به سلیقه و شرایط خود نسبت به تقسیم سازمان به بخش‌های جداگانه‌ای اقدام نمایند. در سال 1916 یک دانشمند فرانسوی به نام هنری فایول برای جلوگیری از تقسیم بندی سلیقه‌ای سازمان‌ها استانداردی را ارائه نمود که طی آن تمامی سازمان‌ها به 6 وظیفه اصلی به شرح ذیل تقسیم می‌شدند. فانکشن بازرگانی شامل کلیه اقدامات مرتبط با خرید و فروش. فانکشن مالی با هدف چگونگی تأمین منابع مالی مورد نیاز سازمان و مدیریت بر این منابع. فانکشن تأمینی به منظور حفاظت از اقلام دارایی سازمان و موجودی‌ها. فانکشن حسابداری شامل کلیه اقدامات مرتبط با دریافت، پرداخت و مدیریت بر هزینه‌های سازمان. فانکشن‌های فنی یا تخصصی، این فانکشن بسته به نوع سازمان متفاوت بوده و شامل اقدامات لازم برای تولید کالا یا خدمت مورد نظر سازمان می شود. فانکشن‌های مدیریتی شامل کلیه وظایفی که امروزه به نام مدیریت می شناسیم، از قبیل برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و این تقسیم بندی مبنای ایجاد سازمان‌های سلسله مراتبی شد که تا به حال نیز پابرجا مانده و رد پای آن را می توان در بسیاری از ساختارهای سازمانی امروزه مشاهده نمود. طبق این تقسیم بندی اجزای کوچکتر هر فانکشن به نام وظیفه شناسایی شده و یک یا چند وظیفه به عهده یک نفر گذارده می شوند. همچنین در این سازمان‌ها فرض بر این است که برای موفقیت کسب و کار بایستی این فانکشن‌ها با حداکثر توانایی خود کار کرده و از این طریق سازمان را به اوج برسانند. بنا به دلایل بسیار زیادی که از حوصله این کتاب خارج است، امروزه این تقسیم بندی نمی‌تواند سازمان‌ها را در دنیای رقابتی پشتیبانی کند و بعضاً با توجه به سیاست‌های مشتری مدارانه می‌توان تناقضات فراوانی را در این زمینه مشاهده نمود. به نحوی که حداکثر کارکرد یک فانکشن نه تنها موجب بهینه شدن شرایط سازمان نمی‌شود، بلکه زیان‌های بیشماری را به همراه می‌آورد. به طور مثال می‌توان به فانکشن خرید مواد و قطعات اولیه اشاره کرد. یعنی اگر واحد متولی خرید با حداکثر توان نسبت به تامین و انبارش مواد و قطعات اولیه اقدام نماید، این امر کاملا متناقض ایده‌های جدید GIT و ناب می باشد.
قسمت دوم، مفهوم فرایند. فرایند یکی از متداول‌ترین واژگانی است که امروزه در زبان فارسی و بین متخصصین مدیریت، صنایع و سایر رشته‌ها استفاده می‌شود. ولی شاید همه افرادی که از آن استفاده می‌کنند برداشت یکسانی از مفهوم آن نداشته باشند. لذا در اینجا تلاش می‌شود تا معانی مختلف این واژه بر مبنای منابع در دسترس ارائه گردد. مؤسس امریکایی BLM مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که کالا یا خدمتی را برای مشتری فراهم می‌کنند. استاندارد ایزو 9000 و ویرایش 2000 مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با هم و یا مؤثر بر هم که ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می‌کنند. شورترم مجموعه‌ای از وظایف منطقاً به هم مرتبط که برای رسیدن به نتایج سازمانی معینی انجام می‌شوند. داونپورت یک فرایند مجموعه‌ای از فعالیت‌های متوالی است که دارای ورودی و خروجی مشخص بوده و زمان و مکان معینی دارد. مایکل همر فرایند مجموعه گام‌ها و فعالیت‌هایی است که ارزشی مشتری پسند را می‌آفریند. راملر مجموعه‌ای از گام‌ها و مراحل که برای تولید یک محصول یا خدمت طراحی شده است. برخی از فرآیندها ممکن است به تمامی در یک وظیفه سازمانی خلاصه شوند، اما اجرای اکثر فرآیندها در گرو ارتباط متقابل فعالیت‌ها، وظایف و واحدهای سازمانی مختلف است. در فاصله هر ورودی و هر خروجی یک فرآیند قرار گرفته است. بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM مجموعه‌ای از منابع و فعالیت‌هایی که ورودی‌ها را به خروجی‌های مورد نیاز یک مشتری تبدیل می‌کنند. شاید بتوان با جمع‌بندی تعاریف ارائه شده در بالا به تعریف جامع‌تری به این شرح رسید. فرآیند مجموعه است از مراحل، فعالیت‌ها و وظایف هدفمند و مرتبط با هم که از طریق زیرساخت‌ها و روش‌های خاص و با استفاده از منابع سازمانی ورودی‌ها را به خروجی‌های مورد انتظار تبدیل می‌کند. 3. نگرش فرآیندی. در این نگرش محوریت مدیریت وظایف سازمانی از فانکشن‌ها به فرآیندها منتقل می‌شوند. این نگرش عمده‌ترین تأثیر خود را بر ساختار سازمانی به جای می‌گذارد. یعنی سلسله مراتب عمودی سازمان که اصطلاحاً سیلندری هم نامیده می‌شوند به مشارکت‌های افقی واحدها تبدیل می‌گردند. در این حالت برخلاف رویکرد فانکشنال که هر کسی وظیفه انجام بخش کوچکی از کل کار را به عهده دارد، همه اعضای یک گروه بایستی در مقابل یک فرایند و نتایج حاصل از آن پاسخگو بوده و آن را با بهترین کیفیت، کمترین هزینه و در زمان مقرر به اتمام رسانند. معمولاً رویکرد فرآیندی به یکباره در سازمان اجرا نشده و در چندین مرحله و به صورت گام به گام یک سازمان فانکشنال به مجموعه‌ای فرآیندی تبدیل خواهد شد که در شکل شماره 1 صفحه 9 نحوه حرکت به سمت سازمان فرآیندی رو نشون میده. قسمت 4. مهندسی مجدد فرآیندها BPR. مهندسی مجدد فرآیندها یکی از رویکردهای بهبود یا شکوفایی سازمانی است که از دهه 1980 میلادی وارد ادبیات مدیریتی شد. این رویکرد از سال 1374 و با ترجمه کتاب تحریزی دوباره شرکت‌ها در ایران رواج یافت. این رویکرد تکنیکی مدیریتی برای بهبود است و توجه اصلی خود را به فرایند معطوف می‌سازد. اما به جای تغییرات و اصلاحات جزئی به ضرورت ایجاد تغییرات کلان و جهشی در سازمان‌ها باور دارد. از این رو معمولاً ریسک اجرای این پروژه‌ها در سازمان خصوصاً مجموعه هایی که به بلوغ کافی نرسیدند بسیار بالا بوده
و عمدتاً با شکست مواجه می‌شوند. در زیر نظرات برخی دانشمندان را در این زمینه مشاهده می‌نمایید. مایکل همر و جیمز چمپی به عنوان معروف‌ترین طرفداران BRP در این خصوص چنین می‌گویند: تحریزی دوباره یعنی از ابتدا شروع کردن. BPR وصله کردن پارگی‌ها نیست، بلکه کنار نهادن روش‌های قدیمی و ایجاد نگرشی تازه به کسب و کار است برای به وجود آوردن محصول یا خدمت سازمان و در جهت ارزش مورد نظر مشتری. BPR یعنی پرسیدن این سوال که اگر من امروز می‌خواستم با توجه به دانسته‌هایم و تکنولوژی فعلی این سازمان را بسازم چگونه به نظر می‌رسید؟ BPR یعنی کنار گذاردن سیستم‌های قدیمی و شروع دوباره. این امر مستلزم آغاز مجدد و ابداع یک روش بهتر برای اجرای کارهاست. تفکر دوباره و اصولی درباره فرآیندها و طراحی مجدد و ریشه‌ای آنها به منظور دستیابی به اصلاحات چشمگیر در معیارهای مهم و اساسی عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، خدمت و سرعت. سرانجام کاری بهتر از این نمی‌توانیم انجام دهیم که به تعریف اصلی و دو کلمه‌ای خودمان از تحریزی دوباره بازگردیم. شروع مجدد یعنی تحریزی دوباره راجع به شروع مجدد با یک صفحه کاغذ سفید. BPR دوباره درباره کنار گذاردن دانش قراردادی و فرضیات دریافتی گذشته است. تحریزی دوباره ابداع رویکردهای تازه در زمینه فرایند است که هیچ شباهتی با رویکردهای دورانهای گذشته ندارد. شرکت‌های مشاوره بین‌المللی پروسی مهندسی مجدد را چنین تعریف می‌کند: BPR عبارت است از طراحی دوباره فرآیندهای کسب و کار، سیستم‌های مرتبط با آنها و ساختارهای سازمانی به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در عملکرد سازمان. عملکرد مالی ضعیف، رقابت خارجی، کاهش سهم بازار و یا ایجاد فرصت‌های جدید در بازار ممکن است از دلایل تصمیم سازمان در بکارگیری این رویکرد باشند. ابنک و گرینر در سال 1994 در خصوص BPR چنین میگویند: BPR یعنی تغییر و از میان برداشتن هر چیزی که بر سر راه بهبود عملکرد جاری سازمان مانع ایجاد کند. حتی اگر ناگزیر باشیم کار طراحی سازمان و فرایند را از صفر شروع کنیم. تعریف داونپورت و شورت: BPR عبارت است از تجزیه و تحلیل و طراحی دوباره جریان کار در فرایندهای درون و برون سازمانی. تعریف تنگ: تجزیه و تحلیل اساسی و طراحی ریشه‌ای و دوباره فرایندهای کسب و کار موجود به منظور دستیابی به بهبودهای جهشی و مبتکرانه در معیارهای عملکرد. با استفاده از تعاریف ارائه شده در بالا میتوان این تعریف را استخراج نمود. بازاندیشی در فرایندهای کسب و کار سازمان و طراحی دوباره و بنیانی آنها در شرایط ویژه و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز آنها به منظور دستیابی به بهبودهای شگرف. همان گونه که از تعاریف بالا برمی‌آید، واژه BPR به معنی تفکر مجدد در مورد فرایندها و ساختارهای سازمانی است، ولی آنگونه که در فصل بعدی اشاره خواهد شد، BPM به معنای مهندسی دوباره، ساختارسازی مجدد و یا پردازش مجدد فرایندها نیست، بلکه تمرکز اصلی آن روی بهبود مستمر فرایندها و در نتیجه افزایش بهره‌وری منابع سازمان می باشد. در این خصوص مطالب به طور کامل ارائه خواهد شد. فصل دوم: مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM. همانطور که در فصل قبل عنوان شد، گذشت زمان نشان داد که اجرای پروژه‌های BPR
عمدتاً با شکست مواجه شده و به همین دلیل سازمان‌های کمتری تمایل به اجرای این پروژه‌ها از خود نشان دادند. علاوه بر آن، سازمان‌ها معمولاً نسبت به داشته‌های خود احساس تعلق و تعصب داشته و به راحتی حاضر به حذف آنها نیستند. لذا در سالهای پایانی دهه 1990 میلادی رویکرد جدیدی مطرح شد که هم از مزایای BPR برخوردار بود و هم مشکلات آن را به همراه نداشت. این رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا BPM بود. مدیریت فرآیندهای کسب و کار مجموعه‌ای است از متدها، ابزارها و تکنولوژی‌های مورد استفاده که برای طراحی، نمایش، تحلیل و کنترل فرآیندهای عملیاتی یک سازمان به کار برده می‌شوند. BPM یک رویکرد فرآیند محور است برای بهبود عملکرد و ترکیبی است از تکنولوژی اطلاعات با فرآیند و متدولوژی مورد نیاز برای هدایت یک مجموعه. BPM همچون پرنده است که برای پرواز به دو بال قوی و متناسب نیاز دارد تا بتواند فرآیندهای کسب و کار اثربخش، چابک و شفافی را ایجاد کند. این دو بال عبارتند از متخصصین فرآیند و آیتی. BPM پل ارتباطی است مابین پرسنل سازمان، سیستم‌ها، عملیات، کسب و کار، مشتریان، تامین کنندگان و شرکای تجاری. ممکن است ذهن شما خواننده گرامی هم مانند بسیاری از افراد در مواجهه با این قبیل موارد مغشوش شده باشد. شنیدن واژگانی از قبیل فرآیندهای عملیاتی کسب و کار، رویکرد فرآیند محور و ترکیب که حاصل ادغام تکنولوژی اطلاعات با فرآیند و متدولوژی است، هر ذهنی را به چالش می‌کشاند. اما در ادامه سعی می‌شود تا حد امکان موارد عنوان شده به صورت شفاف بیان گردد. BPM روش‌های مدیریت فرآیندها را با استفاده از نرم‌افزارهای خاص خود در سازمان منتشر و جاری می‌کند. در این حالت سازمان قادر خواهد بود موانع را پشت سر گذارده و سرعت و چابکی لازم را در عملیات کسب و کار خود ایجاد نماید. به طور خلاصه با استقرار BPM می توانید مزیت‌های زیر را برای ذی‌نفعان مختلف سازمان به ارمغان بیاورید. مدیران کسب و کار خواهند توانست تمامی جوانب و اجزای فرآیندهای عملیاتی خود را اندازه‌گیری، هدف‌گذاری و کنترل نمایند. مدیران تکنولوژی اطلاعات قادر خواهند بود مهارت و منابع خود را دقیقاً در راستای عملیات اصلی کسب و کار سازمان به کار برند. این امکان برای پرسنل سازمان فراهم می شود تا از طریق شناسایی فرآیندهای اصلی سازمان تمامی تلاش خود را در افزایش بهره‌وری این گونه فرآیندها و در نتیجه منافع سازمان مصرف نمایند. مجموعه سازمان قادر خواهد بود از این طریق پاسخ سریعتری نسبت به تغییرات نشان داده و در جهت دستیابی به اهداف و استراتژی‌های سازمانی تلاش‌های مستمری را به انجام برساند و در نهایت مشتری این سازمان‌ها می‌توانند محصولات یا خدمات مورد نظر خود را در زمان مناسب و با کیفیت و هزینه مطلوب دریافت نمایند. بخش دوم، تعریف BPM. برای BPM تعریف زیادی ارائه شده که در ذیل به برخی از نمونه‌های آن اشاره می‌شود. مدیریت فرآیندهای کسب و کار. بنا به تعریف مؤسسه گارتنر، یک واژه جامع توصیف کننده روش‌ها، معیارها، فرآیندها و سیستم‌های مورد استفاده برای پایش و مدیریت عملکرد کسب و کار یک بنگاه است. تعریف شرکت BEA راهبردی برای مدیریت و بهبود عملکرد یک کسب و کار از طریق بهینه‌سازی مستمر فرآیندها در یک چرخه بسته از مدل‌سازی، اجرا و اندازه‌گیری. تعریف شرکت مشاوره‌ای اسلنت، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، رویکردی است که امکان طراحی، یکپارچه‌سازی، اجرا، پایش و بهینه‌سازی گردش کارها را بین کارکنان و برنامه‌های کاربردی فراهم می‌کند.
تعریف انجمن امریکایی کیفیت ASQ: مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک رویکرد مدیریتی است که گردش کار درون سازمان را اداره می‌کند. به جای تمرکز بر کار درون یک واحد تخصصی مانند مالی و حسابداری، مدیریت فرآیندی تمرکز سازمان در سرتاسر واحدهای کسب و کار را به یک فرآیند معین سوق می‌دهد. تعریف انجمن متخصصین BPM: مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک رویکرد منظم برای شناسایی، طراحی، اجرا، مستندسازی، پایش، کنترل و اندازه‌گیری فرآیندهای دستی و مکانیزه کسب و کار است. برای دستیابی به نتایج هدف گذاری شده سازگار با اهداف استراتژیک سازمان. BPM شامل تعریف، بهبود، نوآوری و مدیریت فرآیندهای سراسری کسب و کار به شکلی از پیش سنجیده مبتنی بر همکاری است و به صورت روزافزونی مرتبط با تکنولوژی میباشد. با استفاده از تعاریف ارائه شده در بالا میتوان BPM را اینچنین نیز تعریف نمود: تکنیکی مدیریتی که بر محیط فرآیندهای کسب و کار در جهت اهداف، چابکی بهبود و کارایی عملیاتی نظارت می‌کند. BPM رویکردی ساختار یافته میباشد که متدها، سیاستها، استانداردها، رویه‌های مدیریتی و ابزارهای نرم‌افزاری را برای مدیریت و بهبود مداوم فرآیندها و فعالیت‌های یک سازمان به کار می‌گیرد. قسمت سوم: 3 منظر اصلی BPM. مدیریت فرآیندهای کسب و کار نامی شایسته برای این موضوع است، زیرا سازمان را از 3 منظر اصلی کسب و کار، فرآیند و مدیریت مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه این بخش هر یک از این 3 منظر توضیح داده می‌شوند. منظر کسب و کار: این منظر به ارزش‌ها و خروجی‌های سازمانی اشاره دارد که برای مشتریان و ذی‌نفعان دارای اهمیت میباشد. BPM تلاش میکند تا دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان را تسهیل نماید. اجرای مدیریت کلان مجموعه را در سطوح بالای سازمان حمایت کرده و عملکرد را در سطوح عملیاتی بهبود میبخشد. نوآوری را گسترش میدهد. موجب افزایش بهره‌وری شده، رضایت مشتری و حس وفاداری را توسعه داده و اثر بخشی را در کلیه سطوح منابع انسانی افزایش می‌دهد. استقرار BPM می‌تواند این انفراد را حاصل کند که فعالیت‌های در حال اجرای سازمان با اهداف و استراتژی‌های تعیین شده تناسب دارند. در این حالت کلیه منابع و تلاش‌ها بر خلق ارزش مورد نظر مشتری متمرکز خواهند شد. متدولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار سازمان را برای ارائه پاسخ سریع به تغییرات آماده کرده و چابکی مورد نیاز را برای انطباق مستمر بین نیازهای محیطی و رفتارهای سازمانی ایجاد می‌نماید. منظر فرآیند: جنبه فرآیندی به خلق ارزش از طریق فعالیت‌های ساخت یافته می‌پردازد که اصطلاحاً به آن فرآیند گفته می‌شود. فرآیندهای عملیاتی، منابع و مواد خام را به محصولات و خدمات برای مشتریان فرآیند بعدی و یا مشتریان نهایی تبدیل می‌کند. این تبدیل نشان دهنده چگونگی کارکرد یک کسب و کار و اکسیر جادویی یک سازمان است. هر قدر این تبدیل‌ها با کارایی بیشتری انجام شوند، موجب کسب موفقیت بیشتر در خلق ارزش خواهند شد. نکته: دانش فرآیندها پل ارتباطی بین مدیریت صنعتی قدیمی و مدرن محسوب می شود. از زمان تمرکز بر کیفیت دانشمندانی از قبیل دمینگ، جوران، شینگو، کروسبی و پیپرز یا فعالیت‌های اخیر مانند 6 سیگما و ناب، BPM متدولوژی‌های یاد شده را به صورت یکپارچه درآورده و موجب پیشرفت شگفت‌انگیز در تعریف، اندازه‌گیری، تحلیل و کنترل می‌گردد. استقرار BPM موجب خواهد شد تا فرآیندهای کسب و کار سازمان اثربخش‌تر، شفاف‌تر و چابک‌تر شوند. مشکلات قبل از رسیدن به مرحله ظهور شناسایی و ریشه‌کن خواهند شد. فرآیندها خروجی‌های معیوب کمتری را ایجاد کرده و آن دسته از ایرادات به وجود آمده نیز با سرعت بیشتری رفع می‌گردند.
در ادامه توضیحات مختصری در خصوص مفاهیم اثربخشی، شفافیت و چابکسازی که از نتایج کلیدی مدیریت فرآیندهای کسب و کار به شمار می‌روند ارائه خواهند شد. با توجه به وقتی که در اختیار من هستش دیگه بیشتر از این نمیتونم برای شما بخونم. امیدوارم اگر از این کتاب کاملا مدیریتی که همه اصطلاحات بسیار سخت مدیریتی رو داشت خوشتون اومده تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا ویت بعدی خدا نگهدارتون.